فصل 14. نوربرت، اژدهای دندانه‌دار نروژی. کویریل شجاع‌تر از آن بود که تصور می‌کردند. در چند هفته بعد روز به روز لاغرتر و نحیفتر می‌شد، اما ناراحت به نظر نمی‌رسید. هری، رون و هرماینی هر بار از جلوی راهروی ممنوع طبقه سوم می‌گذشتند، گوششان را به در می‌چسباندند که مطمئن شوند پشمالو هنوز آنجاست و هر بار صدای قرولندش را می‌شنیدند. اسنیپ نیز همچنان با اوقات تلخی و چهره‌ای غضبناک از این سو به آن سو می‌رفت و این نشان می‌داد که جای سنگ کیمیا هنوز امن است. کویریل هر بار هری را می‌دید لبخند دلگرم کننده‌ای به هری می‌زد. رون هم تمام مدت ادای حرف زدن کویریل را در می‌آورد و دیگران را به خنده می‌انداخت. هرماینی چنان مشغله فکری داشت که دیگر به سنگ کیمیا فکر نمی‌کرد. او یک جدول زمانبندی برای مرور درس‌هایش تنظیم کرده بود و دائم زیر نکات مهم یادداشت‌هایش خطهای رنگی و درخشان می‌کشید. و هری و رون نیز پیشنهاد می‌کرد همین کار را بکنند، ولی آن دو زیر بار نمی‌رفتند و می‌گفتند: هرماینی تا شروع امتحان هنوز خیلی وقت داریم. هرماینی گفت: فکر می‌کنی 10 هفته خیلی زیاده؟ برای نیکلاس فلامل درست مثل 1 ثانیه است. رون گفت: ما که 600 سالمون نیست. تازه تو اصلا برای چی درس رو مرور می‌کنی؟ تو که همه چی رو بلدی. برای چی مرور می‌کنم؟ دیوونه شدی؟ نکنه یاد رفته که فقط اگه توی امتحان موفق بشیم میتونیم بریم سال دوم. این امتحانا خیلی مهمن. من باید 1 ماه پیش شروع می‌کردم. نمیدونم چی شد که نتونستم. متاسفانه اساتید نیز با هرماینی هم عقیده بودند و آنقدر به آنها تکلیف داده بودند که در تعطیلات عید پاک به اندازه تعطیلات کریسمس به آنها خوش نگذشت. در کنار هرماینی که دائم در حال حفظ کردن 12 کاربرد خون اژدها بود یا حرکات چوب دستی را تمرین می‌کرد، استراحت کردن کار مشکلی بود. آنها بیشتر اوقات فراغتشان را در کتابخانه صرف انجام تکالیفشان می‌کردند و تمام مدت یا خمیازه می‌کشیدند یا به هرماینی قلوند می‌کردند. یک روز بعد از ظهر رون با ناراحتی قلم پرش را انداخت و با حسرت از پنجره کتابخانه بیرون را نگاه کرد و گفت: هیچ کدوم از اینا یادم نمیمونه. پس از ماه‌ها آن روز هوا صاف و آفتابی بود. آسمان لاجوردی و نسیم خنک و مطبوع نویدبخش تابستان بود. هری که سرگرم پیدا کردن نام آویشن کوهی در کتاب 100 گیاه و قارچ جادویی بود، با شنیدن صدای رون دست از کار کشید و چشمش به هاگرید افتاد. هاگرید، تو کتابخانه چی کار می‌کنی؟ هاگرید چیزی را که در دستش بود پشتش پنهان کرد و جلو آمد. سر و وضع هاگرید با پالتوی پوست موشکورش با کتابخانه هیچ هماهنگی نداشت. با حالت مرموزی که توجه همه را جلب می‌کرد گفت: هیچی، داشتم نگاه می‌کردم. شما اینجا چیکار می‌کنین؟ نکنه بازم دنبال اسم نیکلاس فلامل می‌گردین؟ رون بادی به قبقب انداخت و گفت: نه بابا، خیلی وقت پیش فهمیدیم اون کیه. تازه اینم میدونیم که اون سگی از چی محافظت میکنه. از سنگ. هیچ، ساکت. هاگرید به دور و برش نگاهی انداخت تا مطمئن شود کسی صدایشان را نشنیده است و آهسته گفت: چه خبرته؟ چرا داری جار میزنی؟ هری گفت: راستی چند تا سوال داریم. مثلا میخوایم بدونیم غیر از پشمالو چه چیزی دیگه اون سنگ محافظت میکنه. هاگرید دوباره گفت: گوش کنید ببین چی میگم. بعداً بیاد پیش من، ولی من قول نمیدم همه چیو بهتون بگم. حالا دیگه ازم چیزی نپرسین. بچه‌ها نباید این قضیه رو بفهمن. اگه بفهمن شما میدونید فکر میکنم من بهتون گفتم. هری گفت: باشه، پس میام پیشت. هاگرید به سرعت از آنجا رفت. هرماینی که در فکر فرو رفته بود گفت: اونی که پوشش قایم کرد چی بود؟ به نظر تو به اون سنگ مربوط میشه؟ رون که از انجام تکالیفش خسته شده بود گفت: من میرم ببینم تو کدوم قسمت بود. لحظه‌ای بعد با چند کتاب برگشت و آنها را روی میز انداخت و گفت: قسمت اژدها بود. هاگرید می‌خواست چیزی درباره اژدها بدونه. این کتابا رو ببینین. گونه‌های اژدها در بریتانیای کبیر و ایرلند، اژدها از تولد تا مرگ، راهنمای پرورش اژدها. هری گفت: آرزوی هاگرید اینه که یه اژدها داشته باشه. اولین روزی که دیدمش اینو بهم گفت. رون گفت: ولی این کار غیر قانونیه. تو سال 1079 کنگره جادوگرا تربیت و پرورش اژدها رو غیر قانونی اعلام کرد. همه اینا میدونن.
مگه میشه اژدها رو تو حیات پشت خونه نگه داریم و مشنگا نفهمن؟ آخه میدونی اژدها رو نمیشه رام کرد، خیلی خطرناکه. ای کاش جای سوختگی‌های چارلی رو دیده بودی. هری گفت ولی توی بریتانیا اژدهای وحشی وجود نداره، نه؟ رون گفت چرا وجود نداره؟ اژدهای سبز ولزی، اژدهای سیاه اسکاتلندی. اتفاقا یکی از وظایف وزارت سحر و جادو آروم نگه داشتن اوناست. بعد مشنگایی رو که اژدها رو دیدن جادو کنن تا حافظه‌شون از بین بره. هرمیونی گفت وای پس این هاگرید داره چیکار میکنه؟ 1 ساعت بعد که در کلبه شکاربان را میزدند از دیدن پرده های بسته‌اش تعجب کردند. هاگرید گفت کیه؟ سپس در را به روی آنها گشود و بلافاصله در را پشت سرشان بست. هوای داخل کلبه گرم و دم کرده بود. با وجود گرمای شدید بخاری دیواری کلبه روشن بود. هاگرید برایشان چای دم کرد. سپس به آنها ساندویچ قاقم تعارف کرد ولی آنها چیزی نخوردند. هاگرید گفت خب می‌خواستین از من چیزی بپرسین؟ دلیلی برای تفره رفتن وجود نداشت. هری گفت آره می‌خواستیم ببینیم میتونی بگی غیر از پشمالو چی از اون سنگ محافظت میکنه؟ هاگرید عقل کرد و گفت معلومه که نمیتونم بگم. اولا خودم هم نمیدونم. دوم اینکه شما همین الانش هم خیلی چیزا میدونین. پس اگه میدونستم من چیزی بهتون نمیگفتم. نگه داشتن اون سنگ در اینجا دلیل مهمی داره. نزدیک بود گرینگوس بدزدنش. این چیزا رو دیگه خودتون میدونین. اما خیلی دلم میخواد بدونم قضیه پشمالو رو از کجا فهمیدیم. هرمیونی با حالت چابلوسانه و زبان چرم و نرم گفت هاگرید دست بردار. ممکنه نخوای به ما بگی ولی حتما میدونی. تو از هر چیزی این دور اطراف میگذره با خبری. ریش هاگرید تکان خورد و آنها فهمیدند که هاگرید لبخند میزند. هرمیونی ادامه داد ما فقط میخواستیم بدونیم محافظت از اون بهوده کیه. میخوایم بدونیم دامبلدور غیر از تو به کی اعتماد داره. هاگرید با شنیدن حرف هرمیونی بادی به قبقب انداخت. هری و رون لبخند رضایت‌آمیزی به هرمیونی زدند و هاگرید گفت خب فکر نکنم گفتن این موضوع به شما ضرری داشته باشه. بذار ببینم. دامبلدور پشمالو رو من قرض گرفت. بعدش هم چند تا از استادا سنگر رو تلف کردن. پروفسور اسپراوت بود، پروفسور فریدویک بود، مگوناگل بود. هاگرید که با انگشت‌هایش آنها رو میشمرد ادامه داد دیگه پروفسور کویریل بود. خود دامبلدور هم یه کارایی کرد. بذار ببینم یه نفر یادم رفت. آها پروفسور اسنیپ هم بود. هری گفت اسنیپ؟ هاگرید گفت شما هنوز از فکر اون بیرون نیومدین بابا جون. اسنیپ خودش توی محافظت از سنگ کیمیا کمک کرده. هیچ هم نمیخواد اونو بدزده. هری اطمینان داشت که رون و هرمیونی نیز مانند خودش به یک چیز فکر میکنند. اگر اسنیپ در محافظت از سنگ دست داشت پی بردن به طلسم اساتید دیگر برایش چندان دشوار نبود. ظاهرا او بجز طلسم کویریل و طرز رام کردن پشمالو همه چیز را میدانست. هری با نگرانی گفت هاگرید فقط تو میدونی چطوری میشه پشمالو رو رام کرد، درسته؟ تو که به هیچ کس راهش نمیگی، نه؟ حتی به اساتید، درسته؟ هاگرید با غرور خاصی گفت غیر از من و دامبلدور هیچ احدی راهش رو نمیدونه. هری زیر لب به رون و هرمیونی گفت این شد یه چیزی. بعد هری به هاگرید گفت هاگرید میشه یکی از پنجره رو باز کنی؟ دارم میپزم. متاسفم هری نمیتونم. هاگرید نگاهی به آتش بخاری انداخت و هری نگاهش را تعقیب کرد و پرسید اون چیه هاگرید؟ اما هری میدانست آن چیست. در زیر کتری درست وسط آتش یک تخم بزرگ و سیاه رنگ به چشم میخورد. هاگرید که با حالتی عصبی با ریشش بازی میکرد منومن کرد. رون جلو رفت و از نزدیک به آن نگاهی انداخت و گفت اینو از کجا آوردی؟ حتما وارش خیلی پول دادی. هاگرید گفت اینو توی قمار بردم. دیشب رفته بودم ده. چند تا لیوان که بالا انداختن دیدم دارم با یه غریبه بازی میکنم. یارو خیلی خوشحال بود که از شر این خلاص شده. به خدا راست میگم. هرمیونی گفت حالا وقتی از تخت اومد میخوای چیکارش کنی؟ هاگرید کتاب قطوری را از زیر بالشش بیرون کشید و گفت خب یه ذره مطالعه کردم. این کتاب از کتابخونه گرفتم. پرورش اژدها برای تفریح و تجارت. درسته کتاب قدیمیه ولی همه چی توش داره. ببین باید تخم رو تو آتیش بذاریم چون مادرش بهش فوت میکنه. وقتی هم از تخم در اومد باید خون جوجه رو با کنیاک قاطی کنیم و هر نیم ساعت یه بار یه سطل بهش بدیم. اینجا رو نگاه کنین. طریقه شناخت تخم‌های گوناگون.
این تخمی که من دارم تخم اژدهای دندونه‌دار نروژیه، خیلی کمیابه. هاگرید از کار خودش خوشنود بود، اما هماینی با نگرانی گفت ولی هاگرید خونه تو چوبیه. اما گوش هاگرید به این حرفها بدهکار نبود و در حالی که آوازی را زیر لب زمزمه می‌کرد سعی داشت آتش را روشن نگه دارد. اکنون چیز دیگری به نگرانی‌هایشان اضافه شده بود. اگر کسی می‌فهمید هاگرید در کلبه‌اش یک اژدهای غیرقانونی دارد چه اتفاقی می‌افتاد؟ آنها هر شب به انجام تکالیفی که روز به روز روی هم انباشته می‌شد می‌پرداختند. یک شب رون گفت خیلی دلم می‌خواد بدونم زندگی آروم و بی‌دردسر چجوریه. اکنون هماینی برای هری و رون نیز جدول زمانبندی برای مرور درس‌هایشان درست کرده بود و چیزی نمانده بود آنها را دیوانه کند. یک روز صبح هنگام صرف صبحانه هدویگ یادداشت دیگری از هاگرید برای هری آورد. در یادداشت فقط 2 کلمه نوشته بود: داره در میاد. رون میخواست به جای رفتن به کلاس گیاهشناسی یک راست به کلبه هاگرید برود، اما هماینی زیر بار نمیرفت. رون گفت هماینی مگه چند دفعه توی عمرمون میتونیم شاهد اتوق در اومدن یه اژدها باشیم؟ هماینی گفت آخه درس داریم، بعدم توی دردسر میافتیم. تازه اگه کسی از کار هاگرید سر در بیاره گرفتاری ما پیش گرفتاری اون هیچه. هری آهسته زیر لب گفت ساکت. مالفوی با آنها چند قدم بیشتر فاصله نداشت و گوشش را تیز کرده بود که حرفهایشان را بشنود. چقدر از گفتگویشان را شنیده بود. حالت چهره مالفوی چندان مایه امیدواری هری نبود. رون و هماینی تا جلوی در کلاس گیاهشناسی با هم جر و بحث می‌کردند و سرانجام هماینی راضی شد که در زنگ تفریح با آنها به کلبه هاگرید برود. همین که زنگ خورد هر سه بیلچه‌هایشان را انداختند و به سرعت از محوطه قلعه گذشتند و به حاشیه جنگل رسیدند. هاگرید که خوشحال و سرحال به نظر می‌رسید با آنها احوالپرسی کرد. وقتی وارد کلبه می‌شدند هاگرید گفت دیگه داره بیرون میاد. تخم اژدها روی میز بود و ترک‌های بزرگی به روی آن به چشم می‌خورد. در داخل آن چیزی می‌جنبید. صدای تق تق جالبی نیز از آن به گوش می‌رسید. آنها صندلی‌هایشان را به طرف میز کشیدند و به آن خیره شدند. نفس‌هایشان در سینه حبس شده بود. ناگهان صدای خشخشی به گوش رسید و تخم شکست. بچه اژدها روی میز افتاد. چندان زیبا نبود. به نظر هری مثل یک چتر سیاه چروکیده بود. بالهای خاردارش در مقایسه با بدن سیاه و لاغرش بزرگ به نظر می رسید. پوزه‌ای بلند داشت و سوراخ‌های بینیش گشاد بود. شاخهایش تازه جوانه زده بودند و چشمهای برجسته‌اش نارنجی رنگ بود. در همان لحظه عطسه‌ای کرد و چندین جرقه از پوزه‌اش خارج شد. هاگرید زیر لب گفت چقدر خوشگله. هاگرید دستش را جلو برد که سر اژدها را نوازش کند، ولی اژدها انگشتش را گاز گرفت و دندانهای نیشش را به آنها نشان داد. هاگرید گفت قربونش برم الهی، مامانش رو میشناسه. هماینی گفت هاگرید میزان رشد یک اژدهای دندانه‌دار نروژی دقیقاً چقدره؟ هاگرید میخواست جوابش را بدهد، اما ناگهان رنگش پرید و با عجله به طرف پنجره دوید. چی شد؟ یکی داشت از لای پرده اینجا رو نگاه میکرد. یه بچه است، داره به طرف مدرسه میدوه. هری به سمت در دوید و نگاهی به بیرون انداخت. حتی از فاصله دور هم میتوانست او را بشناسد. مالفوی اژدها را دیده بود. در طول آن هفته مالفوی با لبخندهای موذیانه‌اش هری، رون و هماینی را عصبی میکرد. آنها تمام اوقات فراغت خود را در کلبه تاریک هاگرید میگذراندند بلکه بتوانند او را قانع کنند. هری مصرانه گفت بذار بره، آزادش کن. هاگرید گفت آخه نمیشه، خیلی کوچیکه، میمیره. آنها نگاهی به اژدها انداختند که در عرض یک هفته 3 برابر شده بود و از سوراخ‌های بینیش دود خارج میشد. هاگرید دیگر از انجام وظایف شکاربانی غافل شده بود، زیرا تمام وقتش را صرف نگهداری و مراقبت از اژدها میکرد. کف کلبه پر از پر جوجه و بطری‌های خالی کنیاک بود. هاگرید به چشم‌های اشک‌آلود اژدها نگاه کرد و گفت اسمشو گذاشتم نوربرت، حالا دیگه منو میشناسه. ببینین نوربرت مامان کو؟ رون آهسته در گوش هری گفت عقلشو از دست داده.
هری به هاگرید گفت 2 هفته دیگه همه خونه‌تو اشغال میکنه. تازه هر لحظه ممکنه مالفوی بره سراغ دامبلدور و همه چی رو بهش بگه. هاگرید لبش را گاز گرفت و گفت من میدونم که تا ابد نمیتونم نگهش دارم، ولی نمیتونم همینطوری هم ولش کنم. ناگهان هری به رون نگاه کرد و گفت چارلی. رون گفت مثل اینکه تو هم داری عقلتو از دست میدی. اسم من رونه نه چارلی. هری گفت نه چارلی برادرتو میگم، همونی که تو رومانیو درباره اجرا مطالعه میکنه. میتونی نوربرتو بفرستیم پیش اون. چارلی میتونه ازش مراقبت کنه، بعدم اونو یه جایی آزاد میکنه. رون گفت عالیه. تو چی میگی هاگرید؟ سرانجام هاگرید موافقت کرد و قرار شد جغدی برای چارلی بفرستند و ماجرا را برایش بنویسند. هفته بعد نیز به کندی میگذشت. چهارشنبه شب هری و هرماینی مدتها پس از رفتن سایر دانش آموزان به خوابگاهشان در سالن عمومی تک و تنها نشستند. زنگ ساعت دیواری تازه نیمه شب را اعلام کرده بود که حفره تابلو باز شد و رون ناگهان از زیر شنل نامرئی هری بیرون آمد. او به کلبه هاگرید رفته بود تا در غذا دادن به نوربرت که دیگر جعبه جعبه موش مرده میخورد به هاگرید کمک کند. رون گفت نوربرت مرا گاز گرفت. دست خونالودش را که دستمالی به دورش بسته بود به آنها نشان داد و ادامه داد 1 هفته نمیتونم چیزی بنویسم. نمیدونی اون اژدها چه حیوان وحشتناکیه. حیوانی از این بدتر ندیدم. اما هاگرید طوری رفتار میکنه انگار یه خرگوش بیازاره. وقتی نوربرت دستمو گاز گرفت دعوام کرد و گفت تقصیر خودمه که اونو ترسوندم. وقتی از کلبه اومدم بیرون داشت براش لالایی میخوند. در همان وقت ضربه ملایمی به شیشه خورد. هری به سوی پنجره رفت و گفت هدویگه نامه چارلی آورده. هر سه کنار هم نشستند و شروع به خواندن نامه کردند. در نامه نوشته شده بود رون عزیزم حالت چطوره؟ از نامت متشکرم. اگه اجرای دنداندار نروژی رو واسم بفرستین خیلی خوشحال میشم. ولی فرستادنمون کار آسونی نیست. بهترین راه اینه که اجرا رو با چند تا از دوستانم که قرار هفته دیگه به دیدنم بیان بفرستین. ولی تنها مشکلی که وجود داره اینه که هیچ کس نباید اونا رو در حال حمل غیرقانونی اجرا ببینه. خواهش میکنم اجرای دنداندار رو نیمه شب شنبه بالای بلندترین برج مدرسه ببرید. دوستان من به اونجا میان و شبانه اجرا رو به اینجا میارن. هر چی زودتر جواب رو واسم بفرست. قربان تو چارلی. آنها به یکدیگر نگاه کردند و هری گفت ما شنل نامری داریم. با وجود این کار زیاد سختی نیست. فکر میکنم شنل به اندازه کافی بزرگه. 2 نفرمون با نوربرت زیرش جا میشیم. موافقت آن دو نشان میداد که در هفته اخیر چقدر به آنها سخت گذشته است. برای خلاص شدن از شر نوربرت و مالفوی حاضر به هر کاری بودند. مشکل دیگری پیش آمد. صبح روز بعد دست رون 2 برابر اندازه طبیعیش شده بود. نمیدانست رفتن به درمانگاه کار درستی است یا نه. آیا خانم پامفری جای گاز اژدها را تشخیص میداد؟ تا بعد از ظهر هیچ چاره‌ای به فکرش نرسید. جراحت دستش به رنگ سبز بدرنگی در آمده بود و به نظر می رسید که دندانهای نوربرت آغشته به سم بودند. خورشید غروب کرده بود که هری و هرماینی با عجله خود را به درمانگاه رسانند. رون بستری شده بود و وضعیتش چندان رضایت بخش نبود. رون آهسته گفت کاش فقط درد دستم بود. هرچند که از درد انگار داره کنده میشه. اما قضیه این که مالفوی به خانم پامفری گفته بود که میخواد اما کتاب قرض بگیره تا تونسته بود بیاد اینجا. حسابی به من خندید و هر چی دلش میخواست گفت. همش منو تهدید میکرد که به خانم پامفری میگه چی دستامو گاز گرفته. آخه من بهش گفتم سگ دستامو گاز گرفته. ولی گمون نمیکنم حرفمو باور کرده باشه. ای کاش توی مسابقه کویدیچ مالفوی رو نزده بودم. همه این کارا مال همون کتکیه که خورد. هری و هرماینی او را دلداری دادند و هرماینی گفت نیمه شب شنبه همه چی تموم میشه. اما این حرف به هیچ وجه مایه آرامش رون نشد. ناگهان رون با حالتی شق و رق روی تختش نشست و تمام بدنش عرق کرد و گفت نیمه شب شنبه؟ وای نه تازه یادم افتاد. نامه چارلی لای همون کتابیه که به مالفوی قرض دادم. حالا اون میفهمه که ما میخوایم از شر نوربرت خلاص شیم. هری و هرماینی فرصت جواب دادن پیدا نکردند، زیرا بلافاصله خانم پامفری آمد و به آنها گفت که رون احتیاج به استراحت دارد و آن دو باید از آنجا بروند. هری به هرماینی گفت دیگه برای تغییر دادن نقشه فرصتی نداریم. دیگه وقت نداریم یه جغد دیگه واسه چارلی بفرستیم. این تنها راه خلاص شدن از شر نوربرته. باید دلمون رو به دریا بزنیم. تازه مالفوی که نمیدونه مشکل نامری داریم.
وقتی به دیدن هاگرید رفتن چشمشان به فنگ سگ شکاری هاگرید افتاد که با دم باندپیچی شده جلوی کلبه نشسته بود. هاگرید پنجره را باز کرد تا از همانجا با آنها صحبت کند و گفت نمیتونم بیارمتون تو کلبه. نوربرت وضعیت خوبی نداره اما خودم از پسش برمیام. وقتی آنها قضیه نامه چارلی را به او گفتند اشک در چشمهایش حلقه زد. البته شاید هم برای این بود که نوربرت در همان لحظه پایش را گاز گرفته بود. آی چیزی نیست، پوتینم رو گاز گرفت، داره بازی میکنه، بچه‌ست دیگه. بچه اژدها دمش را به دیوار کلبه کوبید و تمام کلبه را به لرزه درآورد. هری و هرماینی به قلعه برگشتند. دلشان میخواست هرچه زودتر شنبه شود اما زمان به کندی میگذشت. اگر برای کاری که در پیش رو داشتند نگران نبودند بی تردید هنگام وداع هاگرید و نوربرت متأثر میشدند. آن شب هوا تاریک و ابری بود. بدعنق با دیوار سرسرای بزرگ تنیس بازی میکرد و هری و هرماینی ناچار شدند منتظر بمانند تا او از سر راهشان کنار برود. وقتی به کلبه هاگرید رسیدند کمی دیر شده بود. هاگرید که نوربرت را در یک صندوق بزرگ گذاشته بود با صدای گرفته گفت برای تو را یه عالمه موش مرده توی صندوق گذاشتم. خرس عروسکیش هم گذاشتم که حوصله‌اش سر نره. از داخل صندوق صدایی به گوش رسید و به نظر هری رسید که اژدها سر خرس عروسکی را کنده است. هاگرید حقق کنان گفت خداحافظ نوربرت. هری و هرماینی جعبه را زیر شنل نامرئی پنهان کردند و خود نیز در زیر آن پنهان شدند. هاگرید گفت مامان هیچ وقت تو رو فراموش نمی‌کنه. فقط خدا می‌داند که چطور صندوق را به قلعه بردند. هنگامی که نوربرت را از پله‌های مرمری سرسرای ورودی بالا می‌بردند و از راهروهای تاریک می‌گذشتند دیگر چیزی به نیمه شب نمانده بود. از پلکان‌های قلعه یکی پس از دیگری بالا می‌رفتند. راه میانبر هری نیز چندان مسیرشان را کوتاه نکرد. وقتی به راهروی زیر بلندترین برج رسیدن هری گفت دیگه رسیدیم. ناگهان چیزی با سرعت در مقابلشان حرکت کرد و نزدیک بود صندوق از دستشان به زمین بیفتد. آن دو که نامرئی بودن خود را فراموش کرده بودند در گوشه تاریکی پنهان شدند و به سایه دو نفر که 3 متر جلوتر از آنها گلاویز شده بودند خیره نگاه کردند. چراغی روشن شد. پروفسور مگوناگل که ربع شامبر 4 خانه‌ای به تن داشت و مویش را با تور بسته بود گوش مالفوی را گرفته بود و فریاد زد برای این کار مجازات میشی. 20 امتیاز هم از گوره اسلیترین کم میکنم. چطور جرأت کردی نصف شب این ور و اون ور پرسه بزنی؟ مالفوی گفت شما که خبر ندارین پروفسور، امشب هری پاتر میاد اینجا، یه اژدها هم با خودش میاره. مگوناگل گفت چه حرفا، چطور جرأت میکنی این دروغا رو بگی؟ زود باش مالفوی، من باید همه چی به پروفسور اسنیپ بگم. بعد از آن بالا رفتن از پلکان مارپیچی و شیبدار برج ساده ترین کار دنیا به نظر می آمد. تنها هنگامی که به بالای برج رسیدند و هوای خنک شبانه را احساس کردند از زیر شنل بیرون آمدند تا نفسی تازه کنند. هرماینی که از خوشحالی بالا و پرین می‌پرید گفت آخ جون، مالفوی مجازات میشه، دلم میخواد از خوشحالی آواز بخونم. هری گفت خواهش میکنم این کارو نکن. همانجا منتظر ماندند و با ذوق و شوق درباره مجازات مالفوی صحبت کردند. در این میان نوربرت دست و پایش را به دیوار صندوق میکشید. 10 دقیقه بعد 4 نفر سوار بر جارو به سویشان آمدند. دوستان چارلی شوخ‌طبع و سرزنده بودند. آنها افسار و یراقی را که برای بردن نوربرت درست کرده بودند به هری و هرماینی نشان دادند. با آن وسایل می توانستند نوربرت را بین خود در هوا حمل کنند. به کمک هم افسار نوربرت را بستند، با هری و هرماینی دست دادند و پس از تشکر فراوان از آنجا رفتند. سرانجام نوربرت دور و دورتر رفت و در تاریکی شب ناپدید شد. هری و هرماینی که گویی بار سنگینی از دوششان برداشته شده بود خوشحال و سبکبار از پله‌های مارپیچی پایین رفتند. دیگر اژدهایی در کار نبود. مالفوی نیز محکوم به مجازات بود. چه چیز دیگری میتوانست شادی آنها را به هم بزند؟ پاسخ این پرسش در پایین پله‌ها در انتظار بود. همین که به راهرو قدم گذاشتند چهره فیلچ ناگهان در میان سایه‌های تاریک نمایان شد و با صدای آهسته گفت به 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 به، دیگه توی درد سر افتادید. آن دو شنل نامرئی را در بام برج جا گذاشته بودند.
فصل 15 جنگل ممنوع. بدتر از این نمیشد. فیلچ آنها را به اتاق مطالعه پروفسور مکگوناگل در طبقه اول برد و آنها بی آنکه حرفی بزنند همانجا منتظر ماندند. هرماینی مضطرب و نگران بود. انواع بیشماری از عذرها، بهانه‌ها و داستانهای ساختگی در ذهن هری شکل می‌گرفتند، اما یکی از دیگری بی‌اساس‌تر بودند. آیا این بار نیز به خیر می‌گذشت؟ آنها را سر به زنگاه گرفته بودند. جا گذاشتن شنل حماقت محض بود. پروفسور مکگوناگل هیچ عذر و بهانه‌ای را برای پرسه زدن در مدرسه، آن هم در نیمه‌های شب نمی‌پذیرفت، چه رسد به رفتن به بلندترین برج ستاره شناسی که رفتن به آنجا جز در ساعات درسی ممنوع بود. اگر نوربرت و شنل نامری هم به این موارد اضافه می‌شد، بی تردید چاره‌ای نداشتند جز اینکه باروبانایشان را جمع کنند و از آنجا بروند. هری گمان نمی‌کرد وضعیتی بدتر از وضعیت آنها وجود داشته باشد، اما او سخت در اشتباه بود. پروفسور مکگوناگل همراه با نویل وارد اتاق شد. همین که چشم نویل به آنها افتاد گفت: هری کجا بودی؟ هرچی گشتم پیداتون نکردم. میخواستم بهت بگم که مالفوی میخواد مچتو بگیره. میگفت یه هری به شدت سرش را تکان داد که نویل را از ادامه حرف زدن منع کند. اما پروفسور مکگوناگل او را دید و وقتی جلوی آنها ایستاد چنان خشمگین و برافروخته بود که به نظر میرسد هر لحظه ممکن است مانند نوربرت از دهانش آتش بیرون بیاید. او گفت: از هیچ کدومتون انتظار نداشتم که از این کارو بکنیم. آقای فیلچ گفت شما بالای برج ستاره شناسی بودین. الان ساعت 1 شبه. زود توضیح بدین ببینم اونجا چیکار میکردین. این اولین باری بود که هرماینی قادر نبود به پرسش یک استاد پاسخ بدهد. سرش را پایین انداخت و به دمپایی‌هایش خیره شد. مثل مجسمه آرام و بی حرکت بود. پروفسور مکگوناگل گفت: من خودم حدس می‌زنم سرگرم چه کاری بودین. لازم نیست آدم نابغه باشه که از کار شما سر در بیاره. یه سری داستان احمقانه درباره یه اجرا سرهم کردین و تحویل مالفوی دارین که اون رو از خوابگاه بیرون بکشیم و توی دردسر بندازین. اتفاقا اونم پیدا کردم. هیچ می‌دونستین لانگباتم همین داستانو شنیده و باور کرده؟ هری به نویل نگاه کرد و سعی کرد با نگاهش او را متقاعد کند که چنین چیزی واقعیت نداشته است، زیرا نویل جا خورده بود و بسیار ناراحت به نظر می رسید. تفلک نویل بیچاره. هری می دانست که نویل برای پیدا کردن آنها در راهروهای تاریک و هشدار دادن به آنها چه رنج و مشقتی را به جان خریده است. پروفسور مکگوناگل گفت: نمیدونیم با این کارتون چقدر منو ناراحت کردین. 4 دانش آموز نصف شب توی قلعه پرسه بزنم. چنین چیزی اصلا سابقه نداشته. و اما تو دوشیزی گرینجر. فکر میکردم خیلی عاقل‌تر از این حرفا هستی. تو هم همینطور آقای پاتر. فکر میکردم افتخار و سربلندی گریفیندور خیلی بیشتر از اینا واسه اهمیت داره. هر سه تو مجازات میشین. بله آقای لانگباتم، تو هم مجازات میشی. به هیچ بهانه‌ای نباید شب تو مدرسه پرسه بزنی. اونم این روزا که خیلی خطرناکه. 50 امتیاز از گروه گریفیندور کم میکنم. هری لبش را گزید. با این حساب دیگر گریفیندور پیشتاز کسب مقام قهرمانی نبود، در حالی که هری با پیروزی در مسابقه کویدیچ گروهش را بالا کشیده بود. هری گفت: 50 امتیاز؟ پروفسور مکگوناگل که با بینی کشیده و نوک‌تیزش نفسهای عمیق میکشید گفت: از هر نفر 50 امتیاز کم میکنم. هری گفت: پروفسور خواهش میکنم، ولی شما نباید. پاتر به چه حقی برای من تعیین تکلیف میکنی؟ زودتر برگردین به خوابگاهتون. زود باشین. با همتونم. تا حالا اینقدر کار بچه‌های گروه گریفیندور شرمنده نشده بودم. گروه گریفیندور با از دست دادن 150 امتیاز به قعر جدول سقوط میکرد. آنها یک شبه امید و آرزوی گریفیندور را برای کسب مقام قهرمانی برباد داده بودند. هری دلش میخواست آب شود و در زمین فرو برود. دیگر چطور میتوانستند در گروه گریفیندور سر بلند کنند؟ هری تا صبح بیدار بود. ساعتها صدای حقق نویل را میشنید که صورتش را به بالش چسبانده بود و میگریست. برای دلداری دادن او هیچ حرفی به فکرش نمیرسید. هری میدانست که نویل نیز مانند خودش از صبح وحشت دارد. وقتی دانش آموزان گریفیندور میفهمیدند آنها چه کرده‌اند، چه واکنشی نشان میدادند. صبح روز بعد که دانش آموزان گریفیندور از جلوی نمودار شنی ثبت امتیازها میگذشتند، ابتدا گمان کردند اشتباهی رخ داده است. چطور ممکن بود مجموع امتیازهایشان 150 امتیاز کمتر از دیروز باشد؟
آنگاه ماجرای شب گذشته بر سر زبانها افتاد. هری پاتر، همان هری پاتر مشهور، قهرمان 2 مسابقه کویدیچ اخیر و یک دوست سال اولی احمقش، همه آن امتیازها را برباد داده بودند. هری که در مدرسه چهره محبوب و دوست داشتنی بود، ناگهان تبدیل به نفرت انگیزترین چهره مدرسه شد. حتی دانش آموزان ریونکلاو و هافلپاف نیز چشم دیدن او را نداشتند، زیرا آنها نیز مایل نبودند گروه اسلیترین قهرمان شود. هری انگشت نمای خاص و عام شده بود و به هر جا قدم می‌گذاشت با توهین و بی‌احترامی دانش آموزان مواجه می‌شد. از سوی دیگر دانش آموزان اسلیترین در همه جا به تحسین و تمجید از او می‌پرداختند و می‌گفتند: ازت متشکریم پاتر، ما خیلی بهت مدیونیم. رون تنها کسی بود که از او حمایت می‌کرد و همه جا در کنارش بود. رون به او دلداری می‌داد و می‌گفت: تا چند هفته دیگه همه چی رو فراموش می‌کنن. فرد و جورج هم همیشه باعث حاصل رفتن امتیازهای زیادی شدن، اما باز همه دوستشون دارن. هری با ناراحتی گفت: ولی اونا هیچ وقت 150 امتیاز از دست ندادن، درسته؟ رون حرف او را تصدیق کرد و گفت: آره درسته. شاید برای جبران آن فاجعه کمی دیر شده بود، ولی هری با خود عهد کرده بود که دیگر در مسائلی که به او ارتباطی نداشت دخالت نکند. او چنان از کار خود شرمنده بود که به سراغ وود رفت و از او خواست اسمش را از اعضای تیم خط بزند و استعفای او را بپذیرد، اما وود سر او فریاد زد: چی؟ میخوای استعفا بدی؟ چه فایده داره؟ برای جبران امتیازهای از دست رفته غیر از پیروزی توی مسابقه کویدیچ چه کار دیگه میشه کرد؟ اما کویدیچ نیز دیگر لطف سابق را نداشت. هیچ یک از اعضای تیم در جلسات تمرین با هری صحبت نمی‌کردند و اگر مجبور می‌شدند درباره او چیزی بگویند، او را بازیکن جستجوگر خطاب می‌کردند. هرماینی و نویل نیز در رنج و عذاب بودند. وضعشان به بدی وضع هری نبود، زیرا به اندازه او مشهور نبودند، اما در هر حال کسی با آنها حرف نمی‌زد. هرماینی دیگر سر کلاس‌ها تلاشی برای جلب توجه دیگران نمی‌کرد و سربزیر و ساکت شده بود. هری خوشحال بود که دیگر چیزی به شروع امتحانات نمانده است. درس خواندن افکار او را از این مصیبت دردناک دور می‌داشت. هری، رون و هرماینی گوشه‌گیر شده بودند و تا پاسی از شب خود را با یادگیری مواد اولیه معجون‌های پیچیده، حفظ کردن وردها و جادوها و به خاطر سپردن تاریخ اکتشافات جادویی و شورش‌های اجنه مشغول می‌کردند. 1 هفته قبل از شروع امتحانات تصمیم هری برای دخالت نکردن در اموری که به او ارتباط نداشت به طور غیرمنتظره‌ای در بوته آزمایش نهاده شد. یک روز بعد از ظهر که هری تک و تنها از کتابخانه برمیگشت، از کلاسی که روبرویش بود صدای ناله‌ای شنید و وقتی به کلاس نزدیکتر شد صدای کویریل را شنید که میگفت: نه دیگه نه، خواهش میکنم. به نظر میرسید کسی او را تهدید میکند. هری جلوتر رفت. صدای حقق کویریل را شنید که میگفت: باشه. لحظه‌ای بعد کویریل در حالی که دستارش را صاف میکرد شتابان از کلاس بیرون آمد. رنگش پریده بود و به نظر میرسید هر لحظه ممکن است بغضش بترکد. چنان به سرعت و با عجله از آنجا دور شد که هری را ندید. هری صبر کرد تا صدای قدم‌های کویریل دیگر به گوشش نرسد. آنگاه به داخل کلاس نگاهی انداخت. هیچ کس آنجا نبود، اما در طرف دیگر اتاق در نیمه بازی به چشم می‌خورد. هری می‌خواست وارد اتاق شود که به یاد عهدی که با خود بسته بود افتاد. با این حال حاضر بود سر 12 سنگ کیمیا شرط ببندد که کسی جز اسنیپ از آن در بیرون نرفته است. از آن چه شنیده بود چنین نتیجه گرفت که اسنیپ دیگر وقتش را تلف نمی‌کند. به نظر می‌رسید که کویریل تسلیم شده است. هری به کتابخانه برگشت. هرماینی از رون سؤالهای ستاره شناسیش را می‌پرسید. هری هر چه شنیده بود برایشان بازگو کرد. رون گفت: پس بالاخره اسنیپ موفق شد. اگه کویریل ضد طلسم جادویی سیاهش رو به اون گفته باشه؟ هرماینی گفت: ولی هنوز پشمالو سر راهشه. رون به هزاران کتابی که در اطرافش بود نگاهی کرد و گفت: شاید اسنیپ بدون پرسیدن از هاگرید هم بتونه بفهمه چجوری میشه پشمالو رو رام کرد. شرط می‌بندم تو یکی از همین کتابا نوشته که چطوری میشه یه سگ از این مثل رو رام کرد. حالا باید چیکار کنیم هری؟ دوباره حس ماجراجویی رون را وسوسه کرده بود، اما پیش از آن که هری جوابی بدهد هرماینی گفت: میریم پیش دامبلدور. بعد مدت‌ها قبل به سراغش میرفتیم. اگه ما سرخود اقدام کنیم بی برو برگرد اخراج میشیم. هری گفت:
ولی ما هیچ مدرکی نداریم. کوریل از ترسش ازمون حمایت نمیکنه. کافیه اسنیپ بگی نمیدونه قوله قارنشین چطوری شب هالووین وارد قلعه شده. ممکنه بگه اصلا اون شب طبقه سوم نیومده. اون وقت فکر میکنی دامبلور حرف کیو باور میکنه؟ حرف اونه یا حرف ما رو؟ قشنگ معلومه ما از اسنیپ بیزاریم. اگه این چیزا رو به دامبلور بگیم فکر میکنه اینا رو سرهم کردیم که اسنیپ از مدرسه اخراج بشه. فیلچ هم اگه تو پای مرگم بره با ما همکاری نمیکنه. رابطش با اسنیپ خوبه. هر چی بیشتر بچه‌ها از مدرسه اخراج بشن اون خوشحال‌تر میشه. مگه یادتون رفته ما اصلا قرار نیست چیزی از پشمالو یا سنگ کیمیا بدونیم. اگه بخوایم همه ماجرا رو براش تعریف کنیم خیلی طول میکشه. به نظر میرسید که هرماینی متقاعد شده است، اما رون که هنوز قانع نشده بود گفت ولی اگه فقط یه ذره این ور اون ور سرک بکشیم. هری با بی‌اعتنایی گفت نه، به اندازه کافی سرک کشیدیم. آنگاه نقشه سیاره مشتری را جلو کشید و شروع به خواندن نام اقمار آن کرد. صبح روز بعد سر میز صبحانه 3 یادداشت به دست هری، هرماینی و نویل رسید که همه مثل هم بودند و در آنها نوشته بود امشب ساعت 11 مجازات میشید. آقای فیلچ در سرسرای ورودی منتظر شما خواهد بود. پروفسور ام مکگوناگل. بعد از جنجال و هیاهویی که بر سر چتر امتیاز گریفیندور برپا شد، هری مجازاتشان را کاملا از یاد برده بود. هری حدس میزد هرماینی برای از دست دادن یک شب تمام که میتوانست صرف مرور درس‌ها کند لب به اعتراض بگشاید، اما هرماینی حتی یک کلمه هم حرف نزد. به نظر میرسید که او نیز مانند هری خود را مستحق مجازات میداند. آن شب ساعت 11 هری و هرماینی در سالن عمومی با رون خداحافظی کردند و همراه نویل به سرسرای ورودی شتافتند. فیلچ در سرسرای ورودی بود. مالفوی نیز آنجا بود. هری مجازات مالفوی را نیز از یاد برده بود. فیلچ که چراغی را روشن می‌کرد جلوتر از همه از در ورودی قلعه بیرون رفت و گفت دنبالم بیاین. بعد از این دیگه قبل از هر کار خلافی حواستون رو جمع می‌کنید. سپس نگاه موذیانه‌ای به آنها کرد و ادامه داد آره دیگه. به نظر من کار سخت و درد و رنج از هر استادی بهتر به آدم چیز یاد میده. حیف که دیگه نمیذارم مثل قدیما بچه‌ها رو تنبیه کنیم. اون وقتا چند روز بچه‌ها رو از مچ پا آویزون می‌کردیم. هنوز زنجیرایی که به پای بچه‌ها می‌بستیم و نگه داشتم. دائم بهشون روغن می‌زنم که اگه یه وقت لازم شد خب دیگه را بیفتیم. یه وقت که فرار به سرتون نزنه که وضعیتون از اینم که هست بدتر میشه. آنها از محوطه گذشتند. نویل مرتب بینیش را بالا می‌کشید. هری نمی‌توانست حدس بزند که مجازاتشان چیست. تردیدی نداشت که مجازات وحشتناکی در انتظارشان است، وگرنه فیلچ آنقدر خوشحال و خرسند به نظر نمی‌رسید. ماه در آسمان می‌درخشید، اما ابرهایی که از جلوی آنها عبور می‌کردند سایه روشن به وجود می‌آوردند. پنجره روشن کلبه هاگرید درست مقابل آنها بود. ناگهان صدای فریادی از فاصله دور به گوش رسید که می‌گفت توی فیلچ عجله کن، میخوام کارمو شروع کنم. هری نفس راحتی کشید. اگر قرار بود با هاگرید باشند مجازات چندان سختی در پیش نداشتند. گویی آسودگی خاطر هری در چهرهش نمایان بود، زیرا فیلچ گفت فکر نکنین قراره با این گنده بک بهتون خوش بگذره. بی خود به دلتون صابون نزنین، چون باید وارد این جنگل بشین و اگه خیلی شانس بیارین تیک بزرگتون گوشتونه. با شنیدن این حرف نویل ناله کرد. مالفوی که خشکش زده بود گفت جنگل؟ مالفوی که مثل همیشه خونسرد و بی‌اعتنا نبود گفت ولی ما که نمیتونیم شبها وارد جنگل بشیم. اونجا حیوانات خطرناکی است. شنیدم گرگینه داره. نویل که آستین ردای هری را محکم گرفته بود صدای بغض‌آلودی از گلویش خارج شد. فیلچ که وجد و سرور در چهرهش نمایان بود گفت تازه یادت افتاده؟ قبل از اینکه کارت به اینجا بکشه باید به یاد گرگینا میافتادی. هاگرید در تاریکی با سرعت به سوی آنها آمد. سگ شکاریش فنگ نیز کنار پایش می‌دوید. یک کمان تفنگی بزرگ در دست داشت و یک تیردان بزرگ از شانه‌اش آویخته بود. هاگرید گفت دیگه وقت رفتنه. نیم ساعته که منتظرم. هری، هرماینی، حالتون خوبه؟ فیلچ با حالتی بی‌اعتنا گفت من که باهاشون خوشرفتاری نمی‌کنم. هرچی باشه اومدن اینجا مجازات بشن. هاگرید ابروهایش را در هم کشید و به فیلچ گفت پس بگو چرا انقدر دیر کردین؟ داشتی براشون موعظه می‌کردی نه؟ از اینجا به بعد دیگه به من مربوط میشه.
تو وظیفه‌تو انجام دادی، از اینجا به بعدش با منه. فیلچ گفت آفتاب که زد میام دنبالشون، البته اگه ازشون چیزی مونده باشه. فیلچ به سمت قلعه برگشت و نور چراغش در تاریکی ناپدید شد. مالفوی رو به هاگرید کرد و گفت من که نمیام تو جنگل. هری از مشاهده چهره مضطرب و سراسیمه او خوشنود شد. هاگرید با قاطعیت گفت خیلی خوبم میای، البته اگه بخوای توی هاگوارتس بمونی. می‌خواستی خلاف نکنی که مجبور نشی تاوانشو پس بدی. مالفوی گفت ولی اینجور کارا وظیفه مستخدماست نه شاگردا. من فکر می‌کردم جریمه‌مون رونویسیه، اگه پدرم میدونست. هاگرید غرولند کنان گفت بهت میگفت توی هاگوارتس چه خبره. رونویسی؟ آخه فایدهش چیه؟ باید یه کار به درد بخوری انجام بدی که اخراجت نکنن. حالا مگه فکر می‌کنی بابا ترجیح میده اخراج بشی و این کارا رو نکنی میتونی برگردی قلعه و اعصاب اساسیت رو جمع کنی و بری. برو دیگه. مالفوی از جایش تکان نخورد. با عصبانیت به هاگرید نگاه کرد و از او رو برگرداند. هاگرید گفت خب دیگه گوش کنیم ببینید چی میگم. کاری که امشب بخوایم بکنیم خیلی خطرناکه و من نمیخوام هیچ کدومتون جونتون رو به خطر بندازین. یه دقیقه بیاین اینجا. آنگاه آنها را به حاشیه جنگل برد. چراغی را که در دست داشت بالا گرفت و یک راه باریک خاکی پرپیچ و خم اشاره کرد که به درخت‌های تنومند و تو در تویی می‌رسید. وقتی به آن نقطه نگاه می‌کردند نسیم ملایمی مویشان را تکان می‌داد. هاگرید گفت اینجا رو نگاه کنین، اون چیزی که روی زمین برق می‌زنه رو می‌بینین؟ همون نقره‌ایه. اون خون یک تکشاخه. توی جنگل یه اسب تکشاخ هست که بدجوری زخمیش کردن. تو این هفته دومین باره که از این اتفاقا میفته. چهارشنبه هفته قبل جنازه یک اسب تکشاخ رو پیدا کردم. امشب باید این یکی رو پیدا کنیم بلکه بتونیم از این بدبختی نجاتش بدیم. مالفوی که نمیتوانست ترسش را مخفی کند گفت اگه وقت اون موجودی که اسب تکشاخ رو زخمی کرده ما رو پیدا کنه چی؟ هاگرید گفت توی این جنگل هیچ موجودی نمیتونه به شما صدمه بزنه، البته به شرطی که پیش من یا فنگ باشیم و از جاده بیرون نریم. خب حالا باید دو دسته بشیم و هر کدومون از یه طرف ردش رو دنبال میکنیم. حیوان بیچاره از دیشب تا حالا خودش رو این ور اون ور کشونده و خونش همه جا ریخته. مالفوی نگاهی به دندانهای نیش فنگ کرد و بلافاصله گفت من اینو میخوام. هاگرید گفت باشه ولی بهت گفته باشم اون خیلی بزدله. پس من و هری و هرماینی از یه راه میریم، دریکو، نویل و فنگ هم از یه راه دیگه برن. قرارمون این باشه هر کی اسب تکشاخو پیدا کرد جرقه سبز به هوا بفرسته. چوب دستیاتون رو در بیارین ببینن میتونی یا نه. آها خوبه. اگر هم کسی توی دردسر افتاد جرقه قرمز بفرسته هوا که بقیه بتونن پیداش کنن. خیلی مواظب باشین. بهتر دیگه راه بیفتیم. جنگل تاریک و ساکت بود. کمی که در جنگل پیش رفتند به یک دوراهی رسیدند. هری، هرماینی و هاگرید از راه سمت چپ رفتند و مالفوی، نویل و فنگ از راه سمت راست. بدون آنکه با یکدیگر حرف بزنند در جنگل جلو می‌رفتند و تمام حواسشان به زمین بود. گاهی نور مهتاب از لابلای شاخ و برگ درختان میتابید و قطره خون نقره‌ای رنگ را بر روی زمین پدیدار میکرد. هری متوجه نگرانی بی اندازه هاگرید شد و پرسید ممکنه موجودی که تکشاخا رو میکشه گرگینه باشه؟ هاگرید جواب داد اونا زیاد فرز نیستن. گرفتن اسب تکشاخ کار آسونی نیست. اونا یکی از قوی ترین موجودات جادویی هستند. من که تا حالا نشنیده بودم اسبای تکشاخ مجروح بشن یا آسیب ببینن. آنها از کنار کنده خزه‌ای گذشتند. هری صدای جریان آب را میشنید. احتمالاً نهری در آن نزدیکی بود. قطره نقره‌ای رنگ دیگری بر روی جاده خاکی به چشم خورد و همچنان به راه خود در راه پرپیچ و خم ادامه دادند. هاگرید از هرماینی پرسید چطوری هرماینی؟ نگران نباش، با زخم بدی که داره نمیتونه زیاد ازمون دور باشه. میتونیم زود برید پشت اون درخت. هاگرید هری و هرماینی را محکم گرفت و آنها را به پشت یک درخت بلوط سر به فلک کشیده هل داد. سپس تیری برداشت و در کمان تفنگیش گذاشت. کمان را بالا آورد و آماده شلیک کردن شد. هر سه گوشهایشان را تیز کرده بودند. از فاصله نزدیکی صدای کشیده شدن چیزی روی برگ‌های خشک به گوش می رسید. مثل این بود که شنلی روی زمین کشیده بشود. هاگرید چشمهایش را تنگ کرده بود و به اطرافش نگاه می کرد. صدای خشخش پس از چند لحظه در سکوت جنگل گم شد. هاگرید زیر لب با خود گفت میدونستم اینجا یه چیزی هست که نباید اینجا باشه. هری گفت
مثلا یه چیزی مثل گرگینه؟ هاگرید با ناراحتی گفت اون نه گرگینه بود نه اسب تکشاخ. خب دیگه دنبالم بیاین، اما حواستون رو حسابی جمع کنین. آنها گوشهایشان را تیز کردند و آهسته تر از قبل در جنگل پیش رفتند. ناگهان در محوطه خالی از درخت مقابلشان چیزی تکان خورد. هاگرید فریاد زد کی اونجاست؟ خودتو نشون بده، من مسلحم. ناگهان موجودی که نه اسب بود نه انسان وارد محوطه شد. سر و نیمتنش مردی بود با مو و ریش قرمز رنگ و از کمر به پایین یک اسب براق با دم بلند و قرمز رنگ بود. دهان هری و هرماینی از تعجب باز مانده بود. هاگرید نفس راحتی کشید و گفت تویی رونان؟ چطوری؟ هاگرید جلو رفت و با سانتور دست داد. پاورقی سانتور موجودی افسانه‌ای که نیمتنه انسان و بدن و چهارپای اسب دارد. ادامه متن. رونان که در صدایش غم عمیقی نهفته بود گفت شب خیر هاگرید. واقعا می‌خواستی منو با تیر بزنی؟ هاگرید گفت مجبورم احتیاط کنم چون یه موجود زشت و وحشتناک آزادانه توی جنگل پرسه میزنه. راستی این هری پاتره، اینم هرماینی گرینجر. از شاگردان مدرسه‌ان. بچه‌ها اینم رونانه، او یه سانتوره. هرماینی آهسته گفت خودمون متوجه شدیم. رونان گفت شب خیر بچه‌ها. شما دانش آموزین؟ توی مدرسه چیزای زیادی یاد میگیرین؟ هری منمن کرد و هرماینی با کمرویی گفت یه چیزایی یاد میگیریم. رونان آهسته آهی کشید و گفت یه چیزایی. خب خوبه. بعد سرش را بلند کرد و به آسمان خیره شد و گفت امشب مریخ خیلی نورانیه. هاگرید نگاهی به آسمان انداخت و گفت آره ببین آره رونان چه خوب شد دیدمت. یه اسب تکشاخ زخمی شده، تو ندیدیش؟ رونان بلافاصله جواب نداد. بدون آنکه پرک بزند خیره به آسمان نگاه میکرد. بعد دوباره آهسته آهی کشید و گفت همیشه بیگناهان اولین قربانیانند. قرنها چنین بوده، الان هم همینطوره. هاگرید گفت آره ولی بگو ببینم تو هیچ چیز عجیبی این دور اطراف ندیدی؟ هاگرید بی‌صبرانه منتظر جواب بود. رونان گفت مریخ امشب خیلی نورانیه، یه جور عجیبی نورانیه. هاگرید گفت آره میدونم، ولی منظورم این دور اطراف بود. پس بالاخره هیچ چیز غیرعادی ندیدی؟ این بار هم رونان اندکی درنگ کرد و بعد پاسخ داد جنگل پر از رمز و رازهای پنهانیه. چیزی لابلای درختهای پشت سر رونان دوباره تکان خورد. هاگرید دوباره کمانش را بالا برد، ولی یک سانتور دیگر با مو و بدن مشکی جلو آمد که وحشی‌تر از رونان به نظر می رسید. هاگرید گفت سلام، چطوری بین؟ شب خیر هاگرید، تو چطوری؟ بد نیستم. الان داشتم من رونان میپرسیدم این چند وقته چیز عجیبی دیدی یا نه. تو چی؟ تو هم چیزی ندیدی؟ آخه یه اسب تکشاخ زخمی شده، تو چیزی نمیدونی؟ بین راه افتاد و کنار رونان ایستاد. او نیز نگاهی به آسمان کرد و گفت مریخ امشب خیلی نورانیه. هاگرید با عصبانیت گفت آره بابا اینو شنیدم. پس اگه هر کدومتون چیزی دیدین بهم خبر بدین. دیگه ما باید بریم. هری و هرماینی به دنبال هاگرید از محوطه بیدرخت بیرون رفتند و در طول راه سرشان را برگرداندند و آنقدر به بین و رونان نگاه کردند تا درخت‌های جنگل جلوی دیدشان را گرفت. هاگرید با اوقات تلخی گفت یه بار نشد از این سانتورا یه جواب درست حسابی بگیریم. طالبینای لاکردار به چیزایی که از ماه به ما نزدیکتر باشن هیچ کاری ندارن. هرماینی پرسید تعدادشون خیلی زیاده؟ هاگرید گفت چند تایی هستن، همیشه سرشون تو لاک خودشونه، اما هر وقت کارشون داشته باشن زود آفتابی میشن. ولی خب اینو بدونین که سانتورا خیلی تو دارن، همه چی سرشون میشه اما هیچ وقت بروز نمیدن. هری گفت به نظرت اون صدایی که قبلا شنیدیم صدای یه سانتور بود؟ هاگرید گفت مگه صدای سم اسب شنیدیم؟ نه بابا، اگه از من میپرسی میگم همون جونوری بود که اسبای تکشاخو میکشه. تا حالا همچین صدایی نشنیده بودم. آنها از میان درخت‌های انبوه جنگل تاریک به راه خود ادامه می‌دادند. هری هر چند وقت یک بار با نگرانی به پشت سرش نگاه می‌کرد. احساس می‌کرد از پشت سر به آنها نگاه می‌کنند. خوشحال بود که هاگرید با کمان تفنگی‌اش در کنارشان ایستاده است. تازه از پیچی گذشته بودند که هرماینی محکم دست هاگرید را گرفت و گفت
هاگرید اونجا رو نگاه کن، چراغ‌های قرمز، بچه‌ها تو دردسر افتادن. هاگرید فریاد زد شما دوتا همینجا بمونین، خودم میام دنبالتون. صدای پای هاگرید را میشنیدند که از میان بوته‌های در هم پیچیده جنگل میگذشت. آنها با ترس و وحشت به هم نگاه میکردند تا اینکه صدای پای هاگرید دور و دورتر شد. دیگر صدایی جز خشخش برگ‌های خشک اطرافشان نمی‌آمد. هرمیونی آهسته گفت به نظرتون اونا زخمی شدن؟ هری گفت اگه مالفوی بلایی به سرش اومده باشه که اصلا برام مهم نیست، اما اگه نویل طوری شده باشه، هر کی باشه تقصیر ماست که اون اینجاست. زمان به کندی می‌گذشت. گوششان از همیشه تیزتر شده بود. هری صدای ملایم‌ترین وزش نسیم و جابجایی نازک‌ترین شاخه‌های درخت را نیز می‌شنید. چه اتفاقی افتاده بود؟ بقیه کجا بودند؟ سرانجام صدای شکستن شاخه بوته‌ها بازگشت هاگرید را اعلام کرد. هاگرید با خشم و غضب گفت که مالفوی آهسته به پشت سر نویل رفته و بی‌هوا او را گرفته که با او شوخی کند. نویل هم وحشت کرده و جرقه‌ها را به هوا فرستاده است. هاگرید گفت شانس آوریم که با این کارتون هیچ مشکلی پیش نیامد. حالا گروه‌ها رو عوض می‌کنیم. نویل با من و هرمیونی میاد. هری تو هم با فنگ و این احمق برو. هاگرید آهسته در گوش هری گفت متاسفم ولی امشب باید این کار انجام بشه. اگه با تو بیاد به این راحتی نمیتونه تو رو بترسونه. هری با مالفوی و فنگ در دل جنگل پیش رفتند. نیم ساعت بعد راه خاکی به درخت‌های انبوهی منتهی میشد که عبور از میان آنها امکان نداشت. هری متوجه شد که لکه‌های نقره‌ای رنگ چنان روی زمین کشیده شده که انگار حیوان زبان بسته همان نزدیکی‌ها از درب به خود می‌پیچد. هری از لابلای شاخه‌های در هم فرو رفته یک درخت بلوط کهنسال یک محوطه بی‌درخت را در مقابلش دید. دستش را جلوی مالفوی گرفت که او را متوقف کند و گفت اونجا رو نگاه کن. یک چیز سفید و درخشان روی زمین بود. آهسته جلو رفتند. بدن بیجان اسب تک‌شاخ بر روی زمین افتاده بود. هری در تمام عمرش صحنه‌ای به آن زیبایی و غم‌انگیزی ندیده بود. پاهای لاغرش به صورت غیرعادی بی حرکت مانده بود و یالهای سفید صدفیش روی برگ‌های تیره خودنمایی می‌کرد. پیش از آن که هری به تک‌شاخ نزدیک شود، صدای خشخشی او را سر جایش میخکوب کرد. بوته‌ای در حاشیه محوطه بی‌درخت تکان خورد. آنگاه شخصی که کلاه شنلش را در روی صورتش انداخته بود، مانند حیوان درنده‌ای 4 دست و پا جلو خزید. هری، مالفوی و فنگ مات و مبهوت بی حرکت ایستاده بودند. شخص شنل پوش به سمت تک‌شاخ رفت و صورتش را به پهلوی مجروح تک‌شاخ نزدیک کرد و شروع به خوردن خون آن کرد. مالفوی جیغ وحشتناکی کشید و پا به فرار گذاشت. فنگ نیز فرار کرد و رفت. شخص شنل پوش سرش را بلند کرد و چشمش به هری افتاد. قطره‌های خون از چانه‌اش می‌چکید. از جایش برخاست و به سوی هری آمد. هری از ترس نمی‌توانست تکان بخورد. ناگهان درد شدیدی در سرش پیچید که تا آن وقت اصلاً سابقه نداشت. جای زخمش چنان می‌سوخت که انگار آتش گرفته بود. شدت درد چنان زیاد بود که هری دیگر نمی‌توانست جایی را ببیند. به زحمت خود را عقب کشید. در همان لحظه صدای سم‌هایی را از پشت سرش شنید که 4 نعل نزدیک می‌شد. سپس موجودی از بالای سرش پرید و به شخص شنل پوش حمله کرد. هری از شدت درد بر روی زانوهایش افتاده بود. 1-2 دقیقه بعد درد سرش آرام شد و وقتی سرش را بلند کرد اثری از شخص شنل پوش ندید. یک سانتور بالای سرش ایستاده بود، ولی نه رونان بود نه بین. از آن دو جوانتر به نظر می رسید. بدنش طلایی بود و یال و مویش سفید. سانتور که به هری کمک می کرد از جایش بلند شود گفت حالت خوبه؟ بله خوبم. اون چی بود؟ سانتور جواب نداد. چشمهای شگفت‌انگیزش به رنگ یاقوت کبود بود. با دقت هری را برانداز کرد و نگاهش روی زخم پیشانی هری که کبود شده بود متوقف ماند و گفت تو پسر پاترهایی. بهتر زودتر برگردی پیش هاگرید. الان جنگل جای امنی نیست، مخصوصا برای تو. سواری بلدی؟ اینطوری زودتر میرسیم. سپس پاهای جلویش را خم کرد و زانو زد تا هری بتواند سوار شود و گفت
اسم من فایرنزه. ناگهان صدای سمهای بیشتری از یک سوی محوطه بیدرخت به گوش رسید و رونان و بین وارد محوطه شدند. پهلوهای هر دو از عرق خیس بود. بین فریاد زد: فایرنز، داری چیکار میکنی؟ تو یه آدم پشت خودت سوار کردی. خجالت نمیکشی؟ پس فرق تو با قاطر چیه؟ فایرنز گفت: تو اصلا میدونی این کیه؟ پسر پاتر هاست. بهتره هر چه زودتر از جنگل بیرون بره. بین با پرخاشگری گفت: نکنه چیزی بهش گفته باشی. مگه یادت رفته ما قسم خوردیم که جلوی تقدیر آسمونا رو نگیریم؟ مگه از حرکت سیاره‌ها متوجه اتفاقی که قراره بیفته نشدی؟ رونان با نگرانی سمش را روی زمین کشید و با حالتی اندوهگین گفت: مطمئنم که فایرنز هیچ منظور بدی نداشته. بین با خشم و غضب جفتکی پراند و گفت: منظور بدی نداشته؟ ما رو چه به این حرفا؟ فقط چیزایی که به پیشگویی مربوط میشه به ما مربوطه. وظیفه ما سانتورایی نیست که مثل اولاغ‌ها دنبال آدم‌هایی که توی جنگلمون سرگردون شدن بدویم. ناگهان فایرنز با عصبانیت روی دو پای عقبش بلند شد و هری مجبور شد به شانه‌های او بچسبد تا به زمین نیفتد. فایرنز با عصبانیت سر بین فریاد کشید: مگه این تکشاخو نمی‌بینی؟ نمیدونی برای چی کشتنش؟ نکنه سیاره‌ها این راز ازت پنهون کردن؟ بله بین، اگه لازم باشه من جلوی همه خطرهایی که توی این جنگل در کمینم هستم میستم و پا به پای آدم‌ها میدوم. آنگاه فایرنز با سرعت زیادی از آنجا دور شد. هری نیز پشت سر او نشسته بود و تمام حواسش به این بود که خود را محکم نگه دارد. آنها بین و رونان را ترک کردند و وارد جنگل شدند. هری که از اتفاقهای پیرامونش به هیچ وجه سر در نمی‌آورد پرسید: چرا بین اینقدر عصبانی بود؟ راستی اون چیزی که من از چنگش نجات دادی چی بود؟ فایرنز سرعتش را کم کرد و آهسته به راهش ادامه داد. او به هری تذکر داد هرگاه شاخه‌های کوتاه درخت‌ها جلویش بود سرش را پایین بیاورد، ولی جواب هری را نداد. سپس مدت مدیدی بی آنکه چیزی بگوید به راهش ادامه داد. هری نیز دیگر چیزی نگفت، زیرا گمان می‌کرد فایرنز تمایلی به صحبت کردن ندارد. هنگام عبور از میان درخت‌های انبوه فایرنز ناگهان ایستاد و گفت: هری پاتر، تو میدونی خون تکشاخ چه خاصیتی داره؟ هری که از سوال عجیب او یکه خورده بود گفت: ما برای درست کردن معجون‌ها فقط از شاخ و موی دم تکشاخ استفاده می‌کنیم. فایرنز گفت: کشتن تکشاخ کار زشت و پلیدیه. فقط کسی مرتکب چنین جنایتی میشه که چیزی برای دست دادن نداشته باشه. خاصیت خون تکشاخ اینه که آدمو زنده نگه می‌داره، حتی اگر با مرگ فاصله چندانی نداشته باشه. کسی که برای نجات جان خودش یه موجود پاک و بی‌دفاع رو می‌کشه، از همون لحظه‌ای که به خون تکشاخ لب میزنه نفرین میشه و بقیه عمر بی‌ارزشش نفرین شده باقی میمونه. هری که در سایه روشن مهتاب به پشت سر فایرنز نگاه می‌کرد، چنان متعجب شده بود که به صدای بلندی گفت: اما کی ممکنه اینقدر عاجز و درمونده باشه که چنین کاری بکنه؟ اگر قرار باشه بقیه عمر آدم نفرین بشه، مرگ از اون زندگی بهتره، درسته؟ فایرنز حرف او را تایید کرد و گفت: بله درسته، مرگ بهتره، اما نه برای کسی که این عمر نفرین شده رو به امید نوشیدن چیز دیگه ای لازم داره، به امید نوشیدن چیزی که قدرت و نیروی از دست رفته‌اش رو بهش برمیگردونه، چیزی که اونو جاودانه میکنه. آقای پاتر، هیچ میدونی همین الان توی مدرسه‌تون چی مخفی شده؟ هری گفت: البته سنگ کیمیا، اکسیر حیات، ولی نمیدونم کی ممکنه. اون کیه که سالها صبر کرده به امید روزی که دوباره قدرتش رو به دست بیاره؟ اون کیه که دو دستی به زندگی چسبیده و منتظر یه فرصت مناسبه؟ ناگهان قلب هری در سینه فشرده شد. در میان خشخش‌های درخت‌های جنگل بار دیگر صدای هاگرید در گوشش طنین انداخت و جمله‌ای که شب اول دیدارشان به هری گفته بود بار دیگر تکرار شد: بعضیا میگن مرده، ولی همه این حرفا چرنده. گمون نمی‌کنم انسانیتی توی وجودش مونده باشه که بخواد بمیره. سپس با صدای گرفته گفت: منظورت اینه که اون ولدمورته؟ هری، حالت خوبه؟ این صدای هرمیونی بود که در جاده خاکی به سوی آنها می‌دوید و هاگرید نفس در آن دنبالش می‌آمد. هری که حواسش پرت بود بدون آنکه بداند چه می‌گوید گفت: خوبم. هاگرید، اون تکشاخه مرده. توی محوطه بیدرخت اون پشته. هاگرید با عجله رفت که نگاهی به تکشاخ بیاندازد
و در همان حال فایرنز زیر لب به هری گفت خب دیگه من همینجا از تو جدا میشم، اینجا دیگه در امانی. هری از پشت او سر خورد و پایین آمد. فایرنز گفت موفق باشی هری پاتر. قبلا هم در پیشبینی آینده از روی حرکت سیاره‌ها اشتباه پیش اومده. حتی سانتورها هم دچار اشتباه شدن. امیدوارم این بار هم اشتباه شده باشه. فایرنز برگشت و به تاخت به اعماق جنگل شتافت و هری را که هنوز میلرزید تنها گذاشت. رون در انتظار بازگشت آنها در سالن عمومی به خواب رفته بود. هنگامی که هری او را به شدت تکان داد و بیدار کرد فریاد زد و چیزی درباره خطا در بازی کویدیچ بر زبان آورد، اما در عرض چند ثانیه کاملا بیدار و هوشیار شد، زیرا هری آنچه را که در جنگل رخ داده بود برای او و هرماینی تعریف کرد. هری نمیتوانست بنشیند. مرتب جلوی بخاری دیواری قدم میزد و بالا و پایین میرفت و در حالی که هنوز بدنش میلرزید گفت اسنیپ میخواد اون سنگ رو به ولدمورت بده. ولدمورت هم توی جنگل منتظرشه. ما رو بگو که فکر میکردیم اسنیپ میخواد ثروتمند بشه. رون که انگار خیال میکرد ولدمورت میتواند حرفهایشان را بشنود، با ترس و لرز آهسته به هری گفت میشه اسمشو نگی؟ اما هری که گوشش بدهکار نبود ادامه داد فایرنز جون منو نجات داد در حالی که نباید این کارو میکرد. به این خیلی عصبانی شده بود. اون درباره دخالت توی وقایعی حرف میزد که سیاره‌ها وقوعش رو خبر داده بودن. حتما سیاره‌ها نشون داده بودن که ولدمورت دوباره به قدرت میرسه. به این انتظار داشت فایرنز بگذاره ولدمورت منو بکشه. به گمونم سیاره‌ها اینم نشون داده بودن. رون آهسته گفت میشه دیگه اسمشو نگی؟ هری با حالتی بیقرار و مضطرب گفت حالا تنها چیزی که در انتظارمه اینه که اسنیپ سنگو بدزده و به ولدمورت بده تا اون به قدرت برسه و بیاد منو بکشه. مطمئنم به این خیلی خوشحال میشه. هرماینی که خود وحشت زده به نظر می رسید برای اینکه هری را آرام کند گفت هری همه میگن دامبلدور تنها کسیه که طرف ازش میترسه، بنابراین تا وقتی که دامبلدور اینجا باشه دستمون به تو نمیرسه. تازه از کجا معلوم که سانتورا درست گفته باشن؟ به نظر من که این یه جور طالبینی و پیشگوییه و به قول پروفسور مکگوناگل پیشگویی یکی از شاخه‌های مبهم علم جادوست. وقتی گفتگوی آنها تمام شد هوا روشن بود. آنها خسته و کوفته با گلوهای ملتهب به خوابگاهشان رفتند. اما شگفتی‌های آن شب به پایان نرسیده بود. وقتی هری رو تختی‌اش را کنار زد چشمش به شنل نامرئی‌اش افتاد که به دقت تا شده بود و روی تختش قرار داشت. روی یادداشتی که به آن سنجاق کرده بودند نوشته بود فقط در صورت لزوم.